با عرض سلام خدمت مردم زجر کشیده ایران. هموطن، به کشور عزیز ما حمله شده. جاسوسان در بالاترین پست‌های سیاسی و اقتصادی مملکت حضور دارند. در جنگ 8 ساله ایران و عراق، صدام حسین با هماهنگی فره‌دیبا به ایران حمله کرد. میلیون‌ها ایرانی در این جنگ آسیب دیدند و صدها هزار تن شهید شدند. خانواده هاشمی رفسنجانی جاسوسانی بهایی ازلی در لباس اسلام‌اند. این خانواده با تأسیس شبکه منوتو و اجرای طرح سازمان سیا و MI6 میخواست خانواده خائن پهلوی را بار دیگر به قدرت برسونه. سید محمد خاتمی، رئیس جمهور 8 ساله ایران، یک جاسوس و زردشتی مخفی در لباس اسلامه. فرماندهان عزیز نیروهای مسلح، سردار باقری، امیر موسعی و سردار سلامی عزیز، جاسوسان در کشور جولان میدهند. من به این نتیجه رسیدم که دیگر سکوت نکنم. تنها لیدر سیاسی که در برابر جاسوسان سکوت نکرده و آنها را افشا کرده است کسی نیست جز سید محمد حسینی، لیدر اپوزیسیون میلیونی ریستارت. آقای حسینی، فرمانده این جنگ در برابر جاسوسان و خائنین به کشور، فرمانده